تناسخ رو میخوام بهتون توضیح بدم. تناسخ از کجا میاد؟ همه رو بهتون توضیح میدم، از ابتدا چجوری تشکیل شده، مثلا چی شده تناسخ، از کلمه تناسخ از کجا اومده. ببینید تناسخ به قولی میشه گفت یه اعتقاده که یه سری ادیان دارن که ریشش هم از هند میاد. ادیان هندی اعتقاد تناسخ رو دارن. حالا شاید یه سریاتون بدونید، اونایی که میدونن کامل که هیچی، اونایی که نمیدونن توضیح میدم که بدونن، اونایی هم که میدونن باز گوش بدن، شاید یه چیزی اضافه یاد گرفتن، یه چیزی کم یاد گرفتن. بچه ها تناسخ یه نوع اعتقاده که به قولی زندگی پس از مرگ رو توضیح میده. حالا یه سریا اعتقاد بری دارن که هر کی یه اعتقادی داره دیگه، هر دینی اعتقادی داره. یه دینی اعتقاد داره که ما وقتی میمیریم، وقتی زندگیمون تموم میشه، وارد بهشت جهنم میشیم، اونجا قضاوت میشیم. این یه نوع اعتقاد. یه اعتقاد میگه موقعی که ما میمیریم، زندگیمون تموم میشه، دیگه تموم میشه، دیگه هیچی وجود نداره، سیاهی مطلقه. این اعتقاده. یه اعتقادم هست که میگن انسان وقتی میمیره تناسخ پیدا میکنه. خب حالا معنی تناسخ یعنی چی؟ یعنی که موقعی که زندگی ما تموم میشه، موقعی که ما مرگ رو میچشیم، جسممون درسته میره زیر خاک، درسته از بین میره اون بدن، ولی روح هیچ وقت از بین نمیره. روح تمام نشدنیه، روح مردن نداره. یعنی موقعی که ما تموم میشه، از این جسممون خارج میشیم، میمیریم، روحمون وارد یه چرخه دوباره زندگی میشه، وارد یه جسم جدید میشه. حالا این جسم جدید میتونه مسلمان باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه تو آفریقا باشه، میتونه تو ایران باشه، میتونه هر کشوری باشه، میتونه زن باشه، میتونه مرد باشه، میتونه یه آدم ورزشکاری بشی تو، میتونه یه آدم معلول بشی تو، میشه یه رئیس جمهور بشی تو، میشه یه بدبخت بیچاره بشی تو، میشه یه آدم موفق بشی. این معنی تناسخه. یعنی که این چرخه زندگی تموم قرار نیست بشه. موقعی که ما میمیریم دوباره متولد میشیم، وارد یه جسمی دیگه میشیم. حالا سوال براتون پیش میاد که خب برای چی ما دوباره متولد میشیم؟ مثلا خب این اعتقادی که دارن برای چیه؟ یعنی چی؟ چرا ما باید دوباره متولد بشیم؟ اعتقاد بر اینه که شما داخل این زندگی که داری زندگی میکنی، انقدر باید این زندگی رو تکرار بشه برات. یعنی انقدر بیاید داخل مثلا جسمی که من الان توش هستم، داخل این جسم باشم، تو این جسم زندگی بکنم تا انقدر فهم و شعورم و عقلم و درکم به جایی برسه که بتونم بشم اون انسان برتر، بتونم بشم اون انرژی. حالا چه جوری؟ یعنی چی انسان برتر؟ یعنی چی انرژی؟ یعنی که من تو این زندگی من یه سری اطلاعات دارم، یه سری چیزا یاد گرفتم، سعی کردم واقعیت رو باور کنم، توهم و دروغ باور نکنم. اینا رو یاد گرفتم. خب من شاید الان بگم بالای 1000 بار 2000 بار زندگیم تکرار شده و تو این چرخه زندگی کردم، مردم، زنده شدم، مردم. این زندگی تکرار شده برای من بارها و بارها و هنوز وقتی دارم دوباره متولد میشم. یعنی چی؟ یعنی که من به اون علم و قدرت و فهم هنوز نرسیدم. باید انقدر متولد بشم تو این دنیا، برم بیام تا به اون فهم و شعور برسم. حالا نمیخوام اینو براتون یه دفعه بازش بکنم که به قولی هم درکش براتون سخت بشه، هم بی‌معنی بشه، چون یه سری
خیلی چیزا رو بخوام زود پیش برم شاید اصلا زده بشید، شاید فکرتون اصلا بره سمت چیزی دیگه، بره سمت بیدینی، بره سمت نمیدونم کفر اینا هستش. به خاطر اون پله پله توضیح میدم بهتون که براتون عاقلانه باشه حرفا، نه به قولی تخیل بشه براش، نه به قولی توهم بشه، تخیل بشه، واقعیتون میگم. بله این موضوع تناسخ بود. شما داخل این زندگی انقدر میایید میرید تا به اون فهم و شعوری که باید یه انسان کامل برسید. حالا یکی نمیفهمه، دارم 3000 ساله داره زندگی میکنه، 3000 باره متولد شد، من نفهمه، باید هم نفهمه. که ما میفهمیم اینا رو موقعی که این مغز آزاد باشه، فکرمون آزاد باشه، مادیات این دنیا جوری نباشه که مجبورمون کنه فکر نکنیم، درک نکنیم. حالا این راهکارا رو من دارم به شما یاد میدم که شما به این به قولی فهم و درکی که باید برسین به قولی تا یه پله‌ای راهنماییتون کنم. حالا این چجوری ما به این درک و فهم رو میرسیم؟ با مدیتیشن، با عبادت. چیزی در مورد عبادت براتون بچه بگم حرفش پیش آمد. ببین از این که یه سری میان میگن باید قرآن بخونی، یه سری میگن نماز باید بخونی، راه ارتباط مثلا مسلمان ها میگن قرآن خوندن، نماز خوندن، این عبادتی که شما میتونی راه ارتباط با خدا رو داشته باشی، یعنی خدا رو راحت تر میتونی باش در ارتباط باشی. مسیحا مثلا میرن کلیسا دعا میکنن به روش خودشون، هندیا میرن گاو میپرستن، یه سری اصلا سنگ میپرستن، بت میپرستن. هر کس یه اعتقادی داره. به خاطر اینو میخوام بگم بچه ها، به قول اون میوه رو میخوام رو راست پوست کنده، اون اصل کاری رو میخوام بهتون بگم. تمام اینا، تمام دین ها، تمام اعتقادا، تمام عبادت ها آخرش میخواد به چی برسه بچه ها؟ همه‌شون شما رو دارن راهنمایی میکنن به سمت اون انرژی، اون خدا. ما میگیم خدا، خارجی ها میگن گاد، یه سری چیز دیگه میگن، هر کی با یه اسم تفسیرش میکنه. اینا همه برای راه رسیدن به خداست. حالا اون خدا، تفسیر من از خدا چیه؟ خدا بچه ها اعتقاد من خودم رو دارم میگم، خدا اون جسمی نداره، خدا مذکر مؤنث نیستش، خدا جسمی نیستش، خدا یه انرژی بچه، خدا یه قدرت مطلقه. حالا ما به نظر من اینو میگم، به نظر من برای رسیدن به خدا ما احتیاج به واسطه نداریم بچه ها. مثلا چجوری بگم، بخوایم نماز بخونیم 100% بگیم ما تا نماز نخونیم خدا حرفای ما رو گوش نمیده، میگه با خدا نمیتونیم حرف بزنیم، خدا کاری با کار ما دیگه نداره. نه بچه اینجوری نیست. خدا حرف شما رو کاملا متوجه میشه، کاملا میفهمه. اون تا باید بفهمی با خدا چجوری حرف بزنی، نه با واسطه. حالا یه چیزی هم بگم بهتون، واسطه ها رو من نمیگم بده ها، چون از اول با توسط واسطه ما رو گفتم باید با خدا در ارتباط شی. شاید یکی نماز بخونه خیلی بهتر جواب میگیره، راحت با خدا در ارتباط، خیلی انرژی مثبت میگیره. یکی میره مسجد دعا میکنه، میشینه پای قرآن خوندن، انرژی میگیره، خدا انرژی میگیره. هر کسی یه جور ارتباط میگیره. مهمونه که شما ارتباط بگیرید. یعنی اگه میبینی با نماز خوندن شما داری با خدا ارتباط میگیری، نماز تو بخون. اگه میبینی با قرآن خواندن به خدا نزدیک میشی، از خدا جواب میگیری، انرژی میگیری، قرآن تو بخون. هر کس. ولی من اینو دارم میگم، موضوع
موضوع حرف من اینه که شما بدون این که کسی رو واسطه بدید، چیزی رو واسطه بدید، خیلی راحت تر از این حرفا میتونی با خدات در ارتباط باشی. چه بهتر که خودت راه خودتو پیدا کنی، بتونی با خودت مستقیم صحبت کنی. مثل میمونه من میخوام با شما حرف بزنم، الان دارم از طریق گوشیم فیلم برداری میکنم، میذارم تو یوتیوب، اینستام، شما این فیلم رو میبینی. حالا شما به نظر خودتون از این فیلمی که دارین میبینین شاید ارتباط بگیرین، 100% دارین ارتباط میگیرین، حرفامو گوش میدین، میفهمین. حالا این ارتباطی که دارین از پشت گوشی با فیلم نگاه کردن از من میگیرید، به نظرتون کنار هم باشیم، روبروی هم باشیم، ارتباط بهتری نمیگیرید؟ بهتر متوجه نمیشید؟ مثل میمونه من الان دارم برای شما توضیح میدم سوالایی که تو ذهن شما رو که من نمیدونم، یکی هم تو ذهنش یه سوالی پیش میاد، من خیلی دوست دارم جوابشو بدم، نمیتونم جوابشو بدم چون نمیدونم که شما داری چی میگی، تو ذهنت چی میگذره. حالا فکر کن من رو در رو دارم با شما حرف میزنم، همون لحظه سوالی که پیش میاد برات میپرسی، همون لحظه جوابشو میگیری، پس این باعث میشه شما خیلی بهتر حرف منو متوجه بشی. منظورم رو نمیدونم متوجه شدین یا نه. منظور اینه که ارتباط با شخصی که مد نظرته، ارتباط مستقیم خودت باش داشته باشی خیلی بهتر از این واسطه، از این گوشی است. متوجه شدین؟ تا اینجا حالا بحث رو نگه داریم بچه‌ها. اگه دوست داشتید ادامهش میدیم، بیشتر بهتون توضیح میدم، راهاشو، توضیحات به قولی بیشتر بهتون میدم. سوالی هم دارین تو کامنت ها دایرکت بگید، 100% یکی جوابتون رو میدم. مرسی که تا اینجا گوش دادید. حتما فیلم ها رو دنبال کنید، چیزایی که سوال میشه براتون مطمئن باشین تو فیلم هایی که در آینده میذارم جواب سوالاتون رو خواهید گرفت. خداحافظ.